درود به کلی نفرانی که برنامه ما رو انتظار بودید و در نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل برایتان از کارهای جنبسته بازاری در فوتبال تاجیک و مهمترین مطلب‌های اقتصادی ورزش رقمی اول در جهان خواهیم گفت. آغاز 34مین موسم چمپیونات تاجیکستان نوید فوتبال الکی امروز است و دسته‌های اشتراکچی الکی از روی خط پره بازیگران خود برای موسم جدید گفتند. همزمان دسته ریگارتا دست با سرداری مربی نوشان طاهر مومینوف نفران به مثال عبدالله شریپوف، دلیر امام نظروف، جهانگیر ارگاشف، نوزیم بابا جانوف را شامل تیم کرد. دسته دیگری مدام دعواگر برای قهرمانی در کشور با نام روشن که همچنین مربی نو دارد نفران به مثال یولا زاپاتا، اسماعیل انتوی، کامران تورسونوف، ایان واله اویان تونده را برای کمک با دمیتری چریشف و کلوب آرینا خوش آمدید گفت. عقابان خوجند این نوبت بهر رسیدن به چیزی بزرگتر به چهره‌های نو چون دوید ماووتور، خورشید تیمور جورایف و شورت المرادو باور کردند. در مورد ترانسفرهای نوی استقلال تنها همین را میتوان گفت که ایگور چریفچنکو اصلا بازیگران سابق خود را شامل دسته قهرمانی فعلی نمود. ولی گپ اساسی این است که دستپرور این تیم صلاح‌الدین ایرگاشف کارنامه خود را در ارسنال زرژینسکی بلاروس ادامه می‌دهد و سفین ارسنال چند پیش علاقه یک بازیگر روشن کلوب گزارش انجام داد و با سبب‌های اویلوی به زودی راه سوی وطن پیش گرفت. اطمینان داریم که ایرگاشف خرده‌ای در ارسنال بلاروسیا مدت‌های طولانی ایستاده با مرور زمان دسته‌های ارسنالی او در جهان بزرگتر و بزرگتر شدن می‌گیرند. سخنهای اولی مربوط به کارهای سودایی دسته‌های توپ در اروپا سالهای اخیر بیشتر و بیشتر به پروبلم‌های بارسا داخل دارند و ما نیز وقتی گپسری کارهای بازاری فوتبال خارج از دسته خانسی فلیک شروع میکنیم. هنوز دو موسم قبل از برای ویکتور روکه میون ابردسته‌ها رقابت زیاد بود و در این زد و خورد بازاری بارسا زور برآمد، ولی نهایت چطوری دیدیم بارسلونا از این خریداری خود سخت پشیمان هم گردید. پاسخ عادی است، بازیگر خود را در دسته معروف کاتالانی نشان دادن نتوانست. برای بازپس فرستادن ویکتور روکه به وطن اول ضرور آمد که کارو برو با بیتیس حل نمایند، زیرا روکه در بیتیس در اجاره بازی میکرد و پیش از فروش دیگر باره به پالمیراس باید که او را از چنگال بودرینگ ها خلاص کرد. همین طور هم شد. به گفت رسانه ها بارسا برای حل این کار فایزها از فروش منبعه عبد عزازولی 23 ساله را از 50% تا 20% پایین فراورده شرطنامه اجاروی ویتوری روکه 20 ساله را پیش از مهلت قطع نمود. کاری خیز که در این راستا تمام شد، بارسلونا در روکه را به پالمیراس روان کرد و 25.5 جمعی 5 میلیون یورو زیر دست آورد. وقت خریداری روکه باشد سرآغاز سال 24 از برایش 30.31 میلیون یورو پرداخت کرده بودند. حمله‌ور همگی 14 بازی در صف بلاوگراناس گذرانید و با 2 گل و 1 پاس گلی و کارت سرخ لوگی به کسی در بارسا پسند نآمد. ولی از همه مهم بارسا وقت ارسال دوباره او به برزیلیا از جهت مالیوی به قبل نساخت. بارسا اگر با امید بنیاد آینده روشن و معین ویتور روکه را از برزیل آورد و تیرشان خاک خورد، من سیتی مسی نو را از ارژانتین شامل تیم کرد. اینجا گپسری کلاودو اچوری می رود که الکی پیراهن آسمانی رنگ دسته شیخانه را به بر کرد. اچوری 19 ساله از جانب من سیتی هنوز ماه ینوری سال 24 خریداری شده بود و تا این دم در صف ریور پلیت به طریق اجاره بازی میکرد. نیمه‌هایگری با مهارت و آوازدار به شرافت نمایش استعداد ناتکرار فوتبالی در وطن چون مسی نو نام برآورده است، از این پس باید که مهارت‌ها را نزد گواردیولا نشان دهد. اکنون اچوری سر از نیمه دوم موسم جاری در صف سیتی بوده، مهلت شرطنامه کاری باشد تا سال 28 است. سال 24 باشد اچوری 22 بازی در چمپیونات ارژانتین گذرانیده، 3 گل زد و 3 بار دیگر امکانی گلزنی برای همدستگان فراهم آورد. ولی از همه مهم عین حال کمکی هرچی بیشتر و بیشتر به دسته زخمی گواردیولا در وطن فوتبال ضرور است. تا کجا اچوری مثل خوسانوف در اتحاد وردی زبان ها می شود به زودی خواهیم فهمید. مشکلات دسته دیگری منچستری باشد به درجه زیادند
یا در برابر نداشتن نتیجه ها در میدان همچنین پول هم ندارد. از این پس دستهایی که از امیو بازیگر خریداری کردند می توانند برای مانیکوانیو پولی نقد پیشنهاد کنند تا فایزها از فروش دیگر باره بازیگران را زیادتی پرداخت نکنند. این هم در پس منظر مشکلات مالیوی به یونایتد کمک میکند. بعد آنی که در اولد ترافورد راهبر شرکت اینئوس جیم رادکلیف به سر قدرت آمد، در امیو کلاً به کم کردن خراجات ها گذاشتند. پرداخت پول نقد بر عوض فایزها از فروش من بعده بازیگران به یونایتد محض به خاطر سخت در کار بودن پول در این شرط و شرایط است. این حالت به یونایتد امکان میده تا خراجات های مالیوی باشگاه را که سر سال 19 سر این تیم ابرقدرت فشار میارند کم خواهد کرد. با قول تلگراف مثلا از برای گنیبال مجبری بیورنلی باید تا 50% از فروش من بعده پرداخت نماید، ولی این فایز در افزانه بعدی ترانسفری کم کرده می شود. فاکوندو پیلیستری با پاناتینایکوس بر عوض 6 میلیون یورو جمعی 2 میلیون یورو و 45% از فروش من بعده فروخته شده بود. همچنین امیو یک قسمتی درآمد از فروش میسون گرین‌وود را زیر دست می آورد. این قرارها همچنین به تقدیر بعدی اسکات مک‌تومینی و آرون وان بیساکا داخل دارند. به قول یونایتد موجینوی کمکنی خراجات ها سالانه تا 45 میلیون پوند فایده آورده. برای این کار باشگاه تا 100-200 کارمند را اختصار میکند. خلاص که رادکلیف کار میکند که از نگاه اقتصادی وضعیت را بهتر و بهتر کند، ولی کار به جای نرسد که او با امید ساز کردن وضع اقتصادی با فروش بازیگران یکی از پس دیگر امیو را به دسته بسکتبالی تبدیل ندهد. دسته پولداری روسیه باشد یک باره دو بازیگر برزیلی را جواب داد، زیرا خواه نخواه بر عوضشان 4 برزیلی نو می آیند. نخست زنید دوکیروس را به سپورت رسیده تا با آخری موسم به اجاره داد. نیمه‌ایگری 25 ساله سال 24 در صفی گرم یا تاریخ اجاره برآمد میکرد و هیچ گل نزد، ولی از این پس در سپورت رسیده ممکن یگان کاری از نگاه فوتبالی به عقلانه اجرا کند. همچنین دسته گازپروم و میلر شرطنامه کاری با رادریگو را قطع کرد و به این مردک خوب وقت سفرش به طور دیپلماتی کلی بهترین ها را آرزو کردند. برزیلی اصلا به صفی دسته از ساحل دریای نیوا سال 22 پیوسته 2 مراتب قهرمانی روسیه، 1 مرتبه جام روسیه را تاج سر برداشت و 2 بار دیگر با برداشتن سوپر جام این کشور اکتفا کرد. اکنون از مملکت خنک‌ترین دیگر باره به مکان‌های گرمترین می رود تا پول‌های جمع کردگی را حساب کند و یخ‌های درون را آب کند. در کشوری اداره کننده جهان با سرداری ترامپ باشد، نسبت فوتبال روز تا روز دقت‌ها زیاد شدن می‌گیرد. تا به دایرکنی جام جهان با همسایه علاقه جنجالی برای آمریکا اگر بیش از 1 سال دیگر مانده است، ولی در فوتبال باشگاهی MLS علاقه تغییرات بیشتر و بیشتر بودند. تغییرات در فوتبال آمریکا این است که از لس آنجلس گلکسی مارتین کاسرس و دیان یاولیچ رفتند. به صف الی گلکسی باشد کریستیان رامیرز از کولومبوس کریو آمد و به خیالم جای سربی را گرفته نمیتواند. در دسته اینتر میامی باشد ترانسفر اندک دیگرگون تر بودند. از این پس در میدان با همراهی مسی و سوارز ماکسیمیلیانو فالکون از کولوکولو میدود و از برای این دویدن ها برای دسته از فلوریدا 2 میلیون یورو بیرون شد. لیاندرو کامپانا باشد بعد 100 بازی و 32 گل از دسته بکهم کنار رفت و دیگو گومز را برایتون با نرخ 13 میلیون یورو به دست آورد. شارلوت در نوبت خود با آوردن ویلفرید زها تاریخ اجاره از گالاتاسرای همه را در حیرت گذاشت. نفری دستانی کریستال پلس علاقه در نخستین بازی خویش آماری 1-1 را به نامش اختصاص داد. امضاکنی شرطنامه کاری میان نیویورک رد بولز و شوپوماتینگ البته از نظرها دور ماند، زیرا سابق بازیگر دستای پاریژ و باواریا علاقه 35 ساله است و به خیالم اگر به امریکا هم رفته باشد قدرت فراوردن از آسمان ستاره را ندارد. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.